در این نیم سال از جانب مقامات پروکراتور 79 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی نابالغان با اشتراک 206 نفر که از این 180 نفرشان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی باشند آشکار گردید. در جمهوری از طرف نابالغان در نیم سال 2023 258 جنایت صادر شده است که نسبت به همین دوره سال 2022 173 حالت یا 40% کم میباشد. زیادشوی جنایت‌های نابالغان در بعضی شهرنویی‌ها به کار گرفته شدند. در صادرکنی جنایت 258 جنایت 301 نفر نابالغان اشتراک کردند که در این دوره در جمهوری 3 حالت صادرشوی جنایت با استفاده یراق سرد به کار گرفته شده است که نظر به همین دوره سال گذشته در 2 حالت کم میباشد. لیکن در این دوره یگان جنایتی که از جانب نابالغان نسبت کنایه عداوت صادر شده باشد به کار گرفته شدگی نیست. مناقشه بین مکتبی وابسته به همین 3 حالت صادرشوی جنایتی که با استفاده یراق سرد صادر شدگان وابسته به همین میباشد.